یکی از سناریوها و پیشبینی‌های عجیب و جالبی که درباره قسمت آخر فصل سوم سریال خواهران و برادران مطرح شده، سناریوی بازگشت ملیسا به سریال است. سریال خواهران و برادران تا قسمت 29 و اواسط فصل دوم داستان جذاب و مهیج خود را دنبال می‌کرد و قدیر توانست قاتل پدر و مادرش را پیدا کند. اما با کشته شدن عجیب قدیر و خروج ملیسا از سریال، داستان و ماجراهای اصلی سریال به بهانه‌های مختلف به حاشیه رانده شد و موضوعات و داستان‌های دیگری در سریال نمایش داده شد. اما در طی قسمت‌های گذشته شاهد دوباره باز شدن پرونده مرگ قدیر در سریال بودیم. احتمالاً لیلا ماجرای گوشی را به برادرش تولگا میگوید و تولگا هم مانع از آن می‌شود که لیلا در این باره چیزی به کسی بگوید. اما در این بین اخباری نیز مطرح شده که قرار است کاراکتر ملیسا، یعنی کسی که تاثیر مستقیمی در مرگ قدیر داشت، از بیمارستان روانی آزاد شده و دوباره به سریال بازگردد. احتمالاً با بازگشت دوباره ملیسا به سریال و همزمان با این ماجرا و در حالی که ملیسا همه چیز را فراموش کرده و حالش بهتر شده و توانسته ماجرای مرگ قدیر را هضم کند، اما به ناگاه فیلم‌های تصادف به دست عمر و آسیه می‌رسد و ماجرای دست داشتن عاکف و ملیسا در مرگ قدیر برای همه آشکار می‌شود و فصل سوم با این معمای بزرگ به پایان می‌رسد که عمر و آسیه قرار است چه بلایی بر سر عاکف و ملیسا بیاورند و در این بین رابطه عمر و سوسن و همچنین آسیه و دروغ به کجا کشیده می‌شود. البته لازم به ذکر است که اشاره شود که این فقط یک سناریو پیشبینی برای قسمت‌های آخر سریال خواهران و برادران است و برای اطلاع دقیق از ماجراهای سریال باید منتظر ماند تا قسمت‌های جدید آن منتشر شود تا از همه حوادث و اتفاقات آن به صورت دقیق و کامل مطلع شد.